سلام دوستای عزیز، امید میکنم جور و سلامت باشین. امروز ما براتون یاد میتم که چطور میتونیم تکست 2D را 3D بسازیم و همراه چطور میتونیم از تکسچر استفاده کنیم. اینجا من یک تکست جور میکنم. در تکست مثلا میتونم نام نشته میکنم. ما یه استروکش پاس میکنم، سایزش رو بزرگ میکنم. ما اینجا همیشه کوشش کنیم که با دکمه Y زاید که هستنه با دکمه Y میتونید انکر پوینتش رو تغییر بدید. اینو در اینجا قرار میدم و اینجا میم آپشن 3D را باز میکنم، رایت کلیک میکنم. در اینجا میم چی است؟ کامرا. در کامرا که از کوشش کنید که 50 میلیمتر یعنی استاندارد است. شما بدل خودتان میتونید که 15 بونین یا 200 میلیمتر. اگر 15 میبونین سایز زیاد را کور میکنه، اگر 200 میگیرین زوم میباشه لنستان و 50 بهتر است. یکی از آفتر افکت 2026 هست. شما میتونین در اینجا مستقیما را 3D بسازید. میایم در کامرا این اولش که از روتیشن هست، کنترل زد و اینی که از کامرا را انگلش هست. درست است؟ اصلا این کامرا موف کرده است، تکس موف نکرده است. و سیومش که از زوم این زوم اوت است، چقدر دور باشه و چقدر نزدیک. خود کامرا است موف کرده است. مثلا اگر ما از اینجا میایم از تاپ براتون نشان میدم، شما دیده میتونین این کامرا است. اینا زوم این زوم اوت و اینی شما که است خود کامرا موو میکنه. درست است؟ تکستان موو نمیگه، کامرا موومنت داره. و پس میایم در اکتیو کامرا اینجا قرار میدیم. توسط شورتکت کار میکنه. صرف با دکمه سی در کلیک کردن چی میشه؟ آپشنش تغییر میکنه از کامرا رو. درست. اینجا میاریم در 2026 که است در آفتر افکت در اینجا یک آپشن نو باز شده است، جیومتری. شما میتونید از اینجا تکسن 3D بسازید. وقتی که ما میایم در روتیشنش در این زاویه میخوایم ببینیم، حالا 2D است. وقتی که ما از اینجا که این فیصدیش هر چقدر زیاد میکنه چی میشه؟ 3D میشه. درست است؟ یک آپشن نوش هست. شما میتونید یک تکست 2D را به شکل 3D بسازید و شما میتونید باز تغییرات بیشتر را در سر از این تکست اضافه کنید. مثلا دیپتش شما میتونید کم زیاد کنید و از اینجا آپشن هایش هست، کدام آپشن شما میخواین استفاده کنید. درست است؟ و بعض وقت شما ضرورت می داشته باشین که تکست این داخلش که است یک رنگ باشه اما استروکش به یک رنگ مختلف باشه. شما مجبور هستین چی کنین؟ تکست که است تغییر بدین، یعنی دوپلیکیت جور کنین. مثلا کنترل دی تکست اولا شما میگیرین، مثلا همین استروکش کم میکنیم. درست است؟ حتی دیپش هم کم میکنم چون که تکست دوم ساحه قرار داره. این صرف چی میکنین؟ یک ذره رنگش تغییر میتین. مثلا خودش کلیک میکنین، یک ذره بگ میبرین، در اینجا قرارش میتین. رنگش که وقتی تغییر میتین چی میشه؟ چینج میشه. چی شد؟ داخل یک رنگ میباشه، بیرون دیگر رنگ میداشته باشه. شما میتونین که منوال ایرا موو کنین یا نزدیکتر بیارین. صحیح؟ بسیار ساده میباشه. و کار دوم چی است؟ مثلا شما یک بگراند جور میکنین برازی و اینجا بعض چیزا دارم. تکسچر هست. فکر کنیم من اینی سرک میارم و وقتی که تکست خود اینجا قرار میتم شما متوجه شده باشین این شادو نداره. درست است؟ یعنی 3D معلوم نشده رسی، لوک 3D نداره.
تکست 3D اما معلوم نمیشه که دی سر قرار داره. است. زیاد آپشن هست که شما میتونید از اون استفاده کنید. مثلا اگر من میام اینجا یک سولید جور میکنم، سولید خودم 3D جور میکنم من. درست است. 3D جور کرده با دکمه R این را اول من adjust میکنم. ما میخوایم که را adjust کنم من. مثلا به این شکل قرارش میتونم بیارم، به اینجا قرارش میتونم و به این شکل. اما شما میتونید از این ویوز، از فرانت ویو یا بک ویو این را دقیقا میتونید که جورش کنید. درست است. من اینجا که وقت قرار میتونم میایم در اکتیو کامرا دیده میتونید اینجا هستم. اما باز وقت شما چی میکنید که ایرا ما هاید کنم باید است. میایم در اینجا در بخش اکسپت لایت هم پاس میکنم یا هم پاس باشه. سیست اینجا چی میکنید اکسپت شادو و کاست شادو را آن میکنیم. به خاطر از این وقتی که ما رایت کلیک میکنیم در اینجا چی میاریم لایت. درست است. وقتی لایت اد میکنیم اینجا چند نوع لایت داریم. ما میتونیم پرول لایت و اسپورت لایت بگیریم. مثلا من پرول لایت میگیرم. اوکی میکنیم اینجا و شما دیده میتونید انگل لایت باید است متوجه باشین که لایت در کدام انگل می باشه. درست است. این چی شد وقتی پرول لایت میگیرین در اینجا من پرول لایت انتخاب کردم در هر طرف میتونید را تغییر بدین. چی شد از تاپ ویو میبینیم ایرا بک نه تاپ ویو میتونیم اینی که از لایت تان است فکر کنیم سان لایت است ایرا میبادیم اینجا و همون پوینتش میگیریم در اینی ساحه یعنی از بک لایت ریفلکت کرده است از پشت سر. درست. این مثال شما براتون گفته راستم. شما میتونین لایت اینجا بیارین یا اینجا باشه سایت. درست است. میتونین اینجا بیارین چه بدل خودتان است. صحیح. این چی شد؟ این پرالل لایت است. مگر بعض وقت شما ضرورت می داشته باشین که اینمی شادوش رنگش مثلا تیره‌تر باشه یا کم باشه. اینجا آپشن داره رنگش هر چقدر کم کنید زیاد کنید بدل خودتان است. اما بلور نمی داشته باشه. وقتی که لایت شما اسپات میگیرین بعد باز میتونین که همین کاست شادو و شادوی خود زیرا بلور کنین. شما دیده میتونین اینجا لایت زیرا و این شکل است. این به خاطر از این کت میه که این سولید تان که هر چقدر سایزش بزرگ باشه اون قطعه ها را یعنی کور کرده میتونه. اگر سایزش خورد باشه و چی میشه کت میشه. درست. دوباره میایم حالا میبینیم. سعی کنید وقتی که این سپورت لایت است یک لایت دایروی می باشه سرکل لایت می باشه دم یک جای پوینت می داشته باشه سپورت لایت. و اگر ما پرول لایت که بود بازو آل اوور در هر طرف مثلا لایتش رفلکت میکنه یا فرق از این لایت ها رو بگیم. در پرول لایت شما نمیتونستین اینی شادوی تانه زیادتر دارک کنین یا بلور داشته باشین. سیستا مثلا در سپوت لایت این کار را انجام داده میتونین. سعی کنین اگر میخواین که لایت کم باشه به این شکل و بلور زیاد باشه شما میتونین دیستنسش کم یا زیاد بدل خودتان است.
ریدیوس، اگر ریدیوس میکنه زیادتر رو بلور شده میره. ما میخوایم که یک ذره دارکنسش زیاد باشه به این شکل. حتی شما میتونین که اسپوت لایت که هست سر تکس ما کار نکنه، صرف شادو داشته باشه. میم سر از این تکس کلیک میکنین، در ماتریال میاین، میگن شادو کار نکنه سر از این. صحیح است نه؟ این آپشن رو آف میکنین. این آپشن رو آف میکنم ما. سعی کنین تکست چی شد اونم رنگ خدا داره. حتی میتونم بیخی آفش کنین شادوشو. چی شد این صرف حالا وقتی کامرا رو موو میکنم اون بک‌گراند سفید است و سر تکست صرف کار کرده راسته. درست است؟ و شما توسط صرف این لایت میتونین که در هر ساحه شادوش بکنین. زیاد باشه کم باشه هیچ. حتی میتونین که میگن امی سر از این بک‌گراند هم که هست شادو چیزش کار نکنه، ریفلکت لایت کار نکنه. دو باز چی میکنین که شما باید از یک دوپلیکیت دیگه داشته باشین از تکس. مثلا یک تکس بانین که شادو داشته باشه، مثلا رنگ شما تغییر میتم با سر از این تکس دوم که هست ما میخوایم دوباره در ماتریال اینم یار آف میکنم، آف باشه. درست است؟ میگم آف، همیشه آف باشه، هیچ کدام رنگ نداشته باشه. کلیک میکنم سر از این، میایم در رنگ خود میتونی رنگایش تغییر بدین. وایت میکنین، آف وایت میکنین، بدل خودتان است. درست است؟ این حالا مو لایت که است در سر از این رنگ سفید کار نمیکنه، چون که سر از سیوم تکس سر از این ریفلکت کرده راسته. این شادوی بلردار است. اگر ما صرف میایم در اینجا دوباره کلیک میکنیم، اگر پرالل میبونیم تو شادوی شارپ میباشه. درست است؟ یا کار نمیتدهش ریدیوس یا سخانا کار نمیتده. صرف دارکنسش که باشه نباشه اونم کار میده، خلاص شارپ میباشه. سیستا یا این آپشنش کار نمیده. بس و چقدر میخواین که همون انتنسیتی لایت کم باشه یا زیاد و از اینجا میتونید تغییر بدین روشنایی لایت. سیست بعد از باز من سر پروژه از این کاملا کار میکنم با برتان میگم امبیان لایت و انوایرمنت لایت هنه چه قسم باید استفاده کنیم. درست؟ حالا صرف فرق از این لایت باید از بفهمیم. درست اسپوت، صرف در اسپوت لایت شما میتونید شادوی از را بلر کنید. سیستا به این شکل. سینگل شما از اینجا تغییر داده میتونید، از اینجا تغییر داده میتونید و پرالل شارپ میباشه. این کار میده پروژه بعدی بخیر. یعنی بود یک تکس 2D را چطور میتونیم 3D بسازیم. در هر نوع بک‌گراند شما میتونید این را استفاده کنید. مثلا اینجا میبینید بک‌گراندش وایت است، مگه وایت نباشه بک‌گراند، چون که در اینجا شما میتونید بک‌گراندش تغییر بدین. درست است؟ اینی هم شد تکس 2D را چه قسم باید از 3D بسازیم و همراه شادو دار. یعنی این تکنیک شما براتون گفتیم پروژکت نیستا، یعنی کارتانا خواستم که آسان بسازم. چطور میتونی که یک تکس 2D را 3D بسازید توسط لایت، کامرا and 3D background. درس بعدی ما که است چطور میتونیم سر از تکس ما هر نوع تکسچر را اد کنیم. تکسچر را میخوایم که در سر تکس ما اد شود. درست است؟